تاسو یې وینئ چې کورونه دي، دودونه دي، دماکې سوي دي، چاودنې سوي دي، فایرینګ دي، ټکان دي. این نوارهای دیداری از جریان حمله‌های تازه جنبش ارتش آزادی بخش بلوچ در بیش از 10 شهر ایالت بلوچستان پاکستان است که زیر نام هیروف به رهبر این گروه راه اندازی شده است. جنبش ارتش آزادی بخش بلوچستان روز شنبه از حمله‌های همزمان در چند شهر ایالت بلوچستان پاکستان خبر داده و گفته که در این حمله‌ها تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. جنبش آزادی بخش بلوچستان سالهاست از آنچه که ظلم رژیم نظامی پاکستان می‌دانند در برابر نظام می‌جنگند و حمله‌های خونینی را در برابر نظامیان پاکستانی انجام می‌دهند. روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که این حمله‌ها در شهرهای کویته، تربت، پنجگور و گوادر انجام شده است. بر اساس نوارهای دیداری نشر شده در رسانه‌های اجتماعی در این حمله‌ها اداره‌های دولتی، بانک‌ها و مرکزهای تجارتی نیز آسیب دیدند، اما تا اکنون آمار رسمی از خساره‌های جانی و مالی این حمله‌ها گزارش نشده است. این نشان دهنده تشدید اوضاع امنیتی در پاکستان است و گرچه پاکستانی‌ها ادعا میکنند که حملات خنثی شده، 37 عامل حمله کشته شده، اما این حملات به صوبه‌های همسرحد بی تاثیر نمیمانه و بیانگر یک میلان سعودی فعالیت‌های ضد دولتی در پاکستان است. همزمان با آغاز این حمله‌ها بشیرزی بلوچ رهبر جنبش آزادی بخش بلوچستان که در نوارهای دیداری خود در خط مقدم جنگ دیده می شود، از آغاز مرحله دوم عملیات هیروف خبر داده و از زنان و مردان بلوچ خواسته است که از خانه‌های خود بیرون بیایند و به گفته او در جنگ آزادی ملی بر ضد رژیم نظامی پاکستان اشتراک کنند. وی همچنان از مقاومت سخت در برابر نظامیان پاکستانی خبر داده و گفته که این جنگ برای مردم بلوچ سرنوشت ساز است. بابو ننتونگام خلبو بابو دشمنی دنیا ایدا نشانه تیمبو. من از زنان و مردان بلوچ می خواهم که از خانه بیرون بیایند و در جنگ آزادی ملی بر ضد ارتش پاکستان شرکت کنند. این جنگ سرنوشت ساز است و مقاومت باید ادامه یابد. با آنکه نوارهای دیداری نشر شده شمار زیادی از نیروهای نظامی جنبش آزادی بخش بلوچ را با سلاح‌های سبک و سنگین نشان می‌دهد، اما در مقابل دولت پاکستان از کنترل اوضاع در حال حاضر سخن زده و می‌گوید که نیروهای امنیتی آن کشور به سرعت واکنش نشان دادند. با این حال برخی از رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که در نتیجه حمله‌های جنبش آزادی بخش بلوچ خدمات مخابراتی در برخی شهرهای ایالت بلوچستان پاکستان قطع شده است. من امروز به جهان به ویژه به بلوچ ها پیام دارم، اینکه در این مبارزه با ما یک جا شوند. شما جوانان در این مبارزه با ما شانه به شانه اشتراک کنید تا جنبش ما قوی تر شود. امروز اگر ما با هم یک جا شویم پیروز خواهیم شد. گفتنی است که پاکستان با سرد شدن هوا شاهد گرمی و شدت ناامنی‌ها در منطقه‌های گوناگون آن کشور بوده که نیروهای امنیتی پاکستان را با چالش جدی روبرو کرده است. این در حالی است که به تازگی ارتش پاکستان از کشته شدن 70 شبه نظامی و مخالف مسلح آن کشور در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داده است.